بیننده عزیزی سوال کردن آیا برای زنان جایز است رانندگی بکنن؟ بله، مادامی که شروط حجاب شرعی و این چیزها رو مراعات بکنه هیچ اشکالی نداره. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم زنها اسب سوار می شدن، شتر سوار می شدن، مرکب سوار می شدن و امروز اگر ماشین سوار بشن، بعضیا میگن که نه ماشین سوار نشن. ببینید امروز مثلا شما در خیلی از شهرها ببینید یک زن ماشین شخصی داشته باشه، خیلی براش از نگاهش عفت و عزت و شرف خیلی بهتر است از اینکه بره در اتوبوس ها و متروها و وسایل نقل عمومی در اونجا تردد بکنه که گاهی اوقات به اندازه شلوغ میشه که مرد و زن به هم دیگه چسبیدن و شما شاید شاهدش باشین، در شاید خاصا در بزرگ شهرها که خیلی شلوغ هست. به همین دلیل اشکالی نداره زن رانندگی بکنه، اما مادامی که شروط حجاب اسلامی و اون عدم خلوت اینا رو مراعات بکنه، اشکال شرعی در این مسئله دیده نمی شود.